اینجا کت سنگ فرمودی. سنگ بزرگ، سنگ کلان رو میگن کت سنگ. کتکلا مثلا ما میگه نمیگیم. ما باقی شما کتکلا باقی شماست. به به. آقا شمانه گذاشته. از اونجا اومدیم توی ماشاءالله. این چه باقی. حالا که میرم همون کوه که دیدنی بابا همونجا. آها الان همون داخل کوه. به 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 به. به به. اوه اوه چه زیباست. اون روبروی میگه داخل کوه. حالا بریم با قایق ببینیم. آو با قایق میخوایم دوباره بریم. ماشاءالله ای والله. عالی. چه آبی، چه آب زلالی. شفاف بودن آب. یا خدا چقدر شفاف آبش. انگار فیلتره، انگار که شاخی گندم توش رنگ ریختن. مشخص بود تو آب داره. آب خیلی شفافه. بله در سال 2015 تا سال 2025 سال آبی تازه اعلام شده در وطن ما. سال آبی تازه. خیلی آبش شفاف زیبا. بنزین قایق رو بزنیم میخوایم بریم سمت اون غار و کوه. اوه من بریم غار. ماشاءالله. نه فیلتر نه چیز دیگه، فقط رنگ آب ببینید. رنگ آب واقعا. بعد چقدر خوشگله. آبو نگاه کن. چقدر زیبا. عالیه. یعنی چی بگم، هر چی بگم کم گفتم. ماشاءالله ماشاءالله. چقدر زیباست. نگاه کن اینجوری موج برمیداره میره اینور اینور آب. چقدر زیباست. ماشاءالله ماشاءالله. اوه واو واو دشتو ببین. داره اینو میبر توی قاری. قایق پارک چی دودادران نمیدونم چی میشه، ولی پرنده شکاری از نوع پرنده مثل شاهین و اینا. پرنده ماهی شکار. ماهی شبیه مرغ ماهی خاره بس. ماهی شکار. همون سفیده کلام و ماهی شکار مکنه قانون رسه میخوره. خیر زده کو روز جای نفت رسه دعاش ده. خراش عشقی دارم میکنه. میگه خرزوخ شده یا مثل خر داره کیف میکنه. راست میگه. ما یه مثال داریم تو ایران میگیم طرف خرکیف شده. خب خرکیف الان این خرا نگاه کن تو این فضا تو این آب و هوا میگه خرزوقه خرکیف شدن. این صدای ذوق خره در واقع. ماشاءالله اوه چه آب و هوا. یا خدا نگاه کن. ما این که اینجوری میکنن ما تو زایده بهش میگیم علقیرتک. اینجا رو فقط اون قسمت تاج صد داریم میرسیم که تولید برق و به اصطلاح اینجا یه چیزی گفت مثل نیروگاه تور. اینجا توربینا در واقع اینجا قرار گرفتن. تاج صد اینجا برق اینجا تقسیم میشه. ماشاءالله ماشاءالله. البته مثل این خیلی ها هست. خیلی برقش مثل افغانستان نیست، چون افغانستان اگه توجه کرده باشین برقش کمه، خیلی کم داره برق. چه رسیدگی میکنن توی این فضا. ظرفای مختلف انرژی. بچه‌ها توی این فضا توی این لوکیشن همچین پذیرایی نامبر وانه دیگه. عالیه. انرژیزهای مختلف خیلی لیمونات، آبای گازدار، سودا. یعنی افغانستان رو فکر کنم. افغانستان اینا نه برورد افغان. اون از افغانستانه. انا یا با فکرم که مال افغانستان. آره افغانستان داره. مال ایران بود. دیشب دیدم الان اینجا نیست. اصلا کاغذی کارتون داراش مال ایران بود. اینجا بسیار هستن. به خوبه. اینجا بچه‌ها دارن دست جمعی نماز جماعت میکنن. ماشاءالله دست جمعی نماز جماعت میکنن. من یه دونه اینجا لیموناد دیدم دارم خواست. آفرین. اینو با هم بزنیم. چقدر خوش رنگه. با هم بزن آقا. شما بزن.
ماشاءالله ماشاءالله. آقا ببخشید شما زحمت کشیدید. واو واو. در نکنه برای خودت هم بریز. جان به این چی میگین؟ سمیشکه. ما میگیم سمیشکه. حالا همه عشق میکنن، همه دور هم جمع شدن دور این سفره توی این فضا و لوکیشن دارن اشغال میکنن. ماشاءالله. حالا همه ایران میگن یا ما تو مازندران بهش میگیم سمیشکه، نمیدونم ولی ما تو مازندران دور هم میشینیم میگیم سمیشکه. ما این خمیاره میرن این نام خدا. یعنی این پلاستیک همش تخمه بوده، همه رو خوردن. عجب. داخل استفاده کنه، لذت داره، هر چند روز خواست بمونه و بره. این نکته خیلی واسم جالب بود. این مهمان نوازیشون میرسه جان اینجا درش بازه، هر کی خواست میاد و میره. دوست رفیق دوستانی من دوستان هر کی بخواد دیگه میاد. البته که میان نشین استراحت میکنن. زحمتتون گرم. زحمتتون. اینجا مخصوص برای دوستان. زنده باشید. ماشاءالله ماشاءالله. ان شاءالله که ما رفتیم تاجیکستان بیایم مزاحم مراجعان بشیم و بیایم توی باغش. چه فضا. داریم میریم سمت دوشنبه و انشالله اگه به موقع برسیم یه جای خاص دعوتیم. اونه اصالت نداره، طبیعت نداره و نیای تاجیکستان کشور خودمون رو نبینیم. آقا تاجیکستان کشور ماست، کشور ما ایران کشور مردم تاجیکستان، هیچ فرقی نداره. واقعا راست میگی. اینو راست میای قشنگ حس میکنی آقا نگاه تو ایرانی اصلا یه چیزی حس فراتر از اون چه که ما تو ادبیاتمون خوندیم و اینجا تازه متوجه میشیم. تازه کتابای ادبیات و شعرهایی که خوندی راجع به شاعرامون، راجع به مشاهیرمون رو اینجا ازش سر در میاری که کی بودن، چی بودن، جای پاشون و رفتارشون و کردارشون و پارسا بودن مردم پارسی زبان رو اینجا حس میکنی. راست میگه به خدا، راست میگه به خدا. تاجیکستان ایرانی، تاجیکستان نره ایرانی نیست. اونجا همه دوره هم جمع میشن، یکی دغدغه‌ش اینه برنج آماده شد نشد، یکی ترشی بیاره، بزرگتر میاد همه بلندشن براش. صحبتایی که پیرمردان ماشاءالله ماشاءالله خدا رحمت کنه همه پدر بزرگا. صحبتاشون دقیقاً دغدغه‌هاشون انگار همون ایران، همون پدر بزرگ من همون دغدغه‌ها رو. آقا سلام ارادت، مخلصیم همون دغدغه‌ها رو داشتن و اصلا یه دنیای دیگه است. بذار اینجا بگم ماشاءالله ماشاءالله. واو خانوما رو هم ببین نشستن قشنگ سر سفره. اینجا خانوما نشستن، سفره ها رو پهن کردن. جان عکس بگیریم؟ چشم. میگو این هم راه اومده عکس بگیریم. از اول میگفت من نکردم. بگوش خودم بگیرم استوریگانی. عجب. این میگه این همه راه اومدی که یه عکس بگیری. بابا بیا بگیر. چقدر با معرفته، چقدر لوتیه، چقدر مردم تاجیکستان مهربونن به خدا. یعنی هر چقدر بگی کم گفتی، هر چقدر بگی. من که خیلی خوشم اومد بچه‌ها. امیدوارم که شما دوست داشته باشید. چاکر بچه‌ها. برنامه خوشگل مشکل شما رو به قرآن لینک برنامه خوشگل مشکل توی کامنت بذارید تا ریاکشن بریم. برنامه خوشگل مشکل و خفنو. چاکر بچه‌ها. تا دیداری دیگه لایک هم یادتون نره. بدرود.